به اولین ویدیوی تقریبا طولانی با من خوش اومدید. میخوایم ماسک مدیکیوب رو با هم دیگه امتحان کنیم. داره ادعا میکنه منافذ رو کوچیک میکنه، کنترل چربی میکنه، جوشهای سرسیاه رو از بین میبره. خب جوش سرسیاه خاصی روی صورت من نیست، اما یکم منافذم باز شده. بریم ببینیم چطوره. وقتی خشک میشه همونجور مثل خودش خشک میشه یا نه. اینجور حالت این که انگار منافذ روی صورتته. چون این چیز داره، من بازش کردم. یه دونه برچسب میره با باشه پلوپش و رنگ خیلی نازی داره، خیلی زیاد رنگش نازه. خب اول صورتمون رو میشوریم که تمیز باشه و وقتی ماسک قراره روی پوستمون باشه این آلودگی توی منافذمون نباشه. سنگ با نزدیک چشممون نزنیم. اندازه کنترل شده از ماسک روی پوستمون میزنیم. من چشم خیلی درست نمیتونم ببینم که دارم چیکار کنم. روی کل صورتم ماسک رو زدم، فقط دور چشم‌ها حواستون باشه که نباید بزنید. بهترم هست دور لبتون نزنید و اینکه هر وقت احساس کردید که حالت کشیدگی داره کافیه. 10 تا 15 دقیقه بمونه روی صورت کافیه و بعد با آب ولرم به صورت دورانی میریم میشوریم ببینیم آیا همون قدری که داره میگه تاثیرگذار هست یا نه. و این که هفته 2 بارم بیشتر نمیشه استفاده کرد. کار فشیال انجام میده. بریم ببینیم جواب میده یا نه. یه کوچولو خوش داده. منتظرم شبیه عکس‌ها بشه ببینم اونجور میشه یا نه. اون عکسو بذارم. آره خلاصه هنوز یه سشوار بمونده. شبیه عکس و فیلم‌ها نشده. شاید به خاطر اینی که منافذم اونقدر باز نبوده یا جوش سرسیاه خیلی زیاد نداشتم، ولی این تیکه یکم شبیه شده به اون عکسایی که خودشون میذارن. بریم بشوریم ببینیم چطوره. بعدش هم پوستمون آبرسان میکنیم. اگه میشه ببین خیلی منافذ من کوچیک شد، خیلی کوچیک شد، خیلی نمیدونم مشخصه از اینجا یا نه، ولی عالی بود، خیلی عالی بود. واقعا میشه گفت تاثیر یک جلسه فشیال رو داره و اگه بشه هفته 2 بار استفاده کرد یعنی عملا پوستت همیشه عالیه، هر روز عالیه، فوق‌العاده است، شفاف، تمیز. خیلی خوشحالم همونقدر که ذوق کرده بودم جواب داده. واقعا خوشحالم، راضیم ازش. اینو حتما استفاده کنید، حتما. حالا میخوایم بریم آبرسانی کنیم پوستمون رو با یه روشی که توی تیک تاک ترند شده و میگه که مرطوب کننده رو فیکس میکنیم روی پوستمون تا کاملا جذب بشه اون مواد به پوست و پوستمون براق و آینه‌ای بشه. برای این ترند ما نیاز داریم به پلاستیک و آبرسان مرطوب کنندمون. یک عالمه آبرسان اول میزنیم. خیلی دارم میسوزم. خب میذاریم تا یکم جذب بشه، بعد مرطوب کننده استفاده میکنیم. شما هم داری آبرسان میزدی؟ آره. از آبرسان کوزارکس راضی هستی؟ آها، بعد چه جور بود؟ خوشحالم که راضی بودی خانم کوچولو. خب یک کوچولو که جذب شد ازم کافیه. حالا بریم مرطوب کننده. باز مرطوب کننده هم مقدار زیاد، ولی بیاید مرطوب کننده همه جا نزنیم. اینجا بزنم، اینجا بزنم. صبر کن اون جاهایی که بخوایم فیکس بشه بزنیم. اصلا همه جا میزنیم. حالا چه کاریه، مگه چی میشه؟ سنگینه برا زیر چشم ولی میزنیم. عیبی نداره چون نمیخوام خیلی بمونه، موردی نداره. یه کوچولو حالا مرطوب کننده هم میمونه دیگه، چیز خاصی نمیشه. نمیخوام تایم طولانی باشه. نمیدونم کافیه یا نه، ولی به نظرم کافیه چون پوست من خودش چربه.
خب شدیم همین ترتیب ادامه بدم میگم هیچی نیاز نیست. خب حالا پلاستیکا رو بند داریم و اگر من بدونم کدوم برای کدومه خیلی خوب میشه. خیلی فرق نداره. حالا بچه از تفلون هم میتونید استفاده کنید. سلفون بعضی ها میگن، بعضی سفلون میگن. خب همونجور وقتی که هنوز جذب نشده مواد پلاستیکا رو میذاریم که این به چسبه به صورت های ما کوچیک بشه. زور ببینیم جواب میده یا نه. خب اینم اینجا قشنگ میچسبه ها، قشنگ میچسبه به صورت. اینم خب بریم یکم بمونه ببینیم چجوری میشه، ببینیم اوکی هست نیست. خب الان تقریبا یه نیم ساعتیه که این روی صورت من مونده. بریم برداریمشون. یک ماساژی هم بدیم. این موادی که اضافه مونده رو میزنیم به دستمون. هفته یه بار من این کارو کنم باید ماهی 3 تومن زندگی مردم کننده کلینیک بدم. خب آیا کافیست ماساژ دادم؟ خب تدا چطور شده؟ خوب شده یا نه؟ خیلی نرم شده و صافه. آره صافه. اون حالت یکم صاف نیست بعضی وقتا صورت، اونو نداره صورتم الان کاملا صاف و یک دسته. دوستش دارم، راضی بودم از امروز. امیدوارم که شما هم انجام بدید و راضی باشید. اگر این ویدیوی منو دوست داشتید ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید. متشکرم. خداحافظ.